خدا شاهده نمیدونم کی 63 سالم شد. یعنی شاید یک هفته بر من سخت گذشته، 2 سال بر من سخت گذشته، یا مثلا در یه جایی بودم که شرایط مناسب نبوده 6 ماه بعد گذروندم، ولی نفهمیدم 63 سال کی گذشت. جمعش یهو تمام میشه، خبری نیست. شما به هر حال هر چقدر پول داشته باشین 2 تا لباس بیشتر در روز نمیپوشین. هر چقدر پول توی بانک داشته باشین همون مقدار که تو جیبتونه دارید، بقیهش تو بانکه. 10,000 تا خونه داشته باشین همون که توش نشستین دارین، بقیهش خالیه. یه دونه ران مرغ بیشتر نمیتونیم بخوریم. کجا داریم گیریم؟ چی کار داریم میکنیم؟ چگونه میشه انسان ببینه هم نوعش گرسنه، هم نوعش گرفتاره و جالبه که بتونه کمک کنه ها. اون که دستش خالیه من کاری ندارم. البته اونا تازه بخشنده تر هم هستن، آنان که غنی ترند محتاج ترند. اونی که دستش به دهنش میرسه داره واسه نسل‌های آیندهش. اون چطور آرام میشینه و شب سر راحت روی بالش میذاره میخوابه، در حالی که میدونه هموطنش الان به خاطر گرسنگی فرزندش زرد شده بکشه. من یک کفتر داشتم، سوگلی من بود، گم شد. هر جا رو گشتیم پیدا نکردیم. تو داخل یک کفتردونه کنج حیاط بود، ما کبوترها رو اونجا میذاشتیم، هنوزم همونجا. این کفتر گم شد دیگه، در همسایه اینور اونور. یه روز من تو حیاط بودم، داشتم آب میدادم این باغچه و درخت رو، دیدم یه جفت چشم ته این کفتردونی داره به من نگاه میکنه. گفتم خدا این چی؟ رفتم. جناب کاردان، یه لایه ما گلدونای کوچیک گذاشته بودیم، با دیوار یه وجب فاصله داشت. این کفتر افتاد این فاصله و جفتش 5 روز 6 روز کنار این نشست. اگر ما دوربین داشتیم شاید این جفتش بهش غذا هم میداد. این حیوان رو من از اون تو در آوردم، جفتش از خوشحالی بال میزد، میگشت دور من. عشق. اون وقت کفتر یه همچه کاری نسبت به هم نوعش میکنه. آدم چجوری میتونه یه نفر دیگر رو از زندگی محروم کنه؟ اون وقت من بی‌تفاوت باشم جناب کاردان، برم احتکار بکنم که